سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. امروز یک نمود پرشکی با مزه، آسان، کم خرج آماده کردیم. حتما با ما باشید. دستگیری را فراموش نکنید. در اینجا من تخمینا 400 میلی لیتر آب گرم کرد. به بالایش یک قاشقچه نمک. من به بالایش روغن 100 میلی لیتر روغن. همش را نغز کک آمیخته میکنیم تا حل شدنی نمکاما آمیخته کرده به بالای این 400-500 گرم آرد را انداخته اکنون خمیر میکنیم. خمیر ما باید ملایم بیاد برای آنکه پرشکاما ملایم آمده ما خمیر را باید ملایم کنیم. من اکنون دراج را به بالایش انداخته نغز کک خمیر میکنیم. خمیر ما باید انم ملایم بیاد. اکنون خمیر ما آماده شد. به بالایش را پاشیده در مدت 40-45 دقیقه دم میدیم. من اکنون در اینجا کارتشک را تازه کرده مایده کرده ریزی میکنیم برای پیوره آماده میکنم. آب و نمک را انداخته به بالای گاز میگذاریم. طرزی تیار کردنی پیوره هر یکی ما میتونیم. برای همین من در اینجا نشانه دادم. اکنون من خمیری ما آماده شد. اکنون این را به زوالچه برابر تقسیم کرده به 30-40 دانه من تقسیم کردم. من زوالچه های من تیار شد. بالایش را 5-10 دقیقه بعد دم میدیم. من اکنون کمتر روغن را گرفته نمیتونم خمیرمان را با روغن راست کرده نمیتونم پیوره همه به قبطش گذاشته میپزیم. حتما تیار کنید. پیرشکی با مزه، آسان، کم خرج. حتما به عائله خودتان تیار کنید. من اکنون روغنی ما تصبیر ما روغن را تگش را بلند هم نی پست هم نی یک خیل مانده اکنون میپزیم.
من خودتان چی تبریکی میبینید؟ من پیراشکی ملایم مقامات من نغز دم کرد. حتما تیار کنید. من اکنون پیراشکی ما تیار شد. پیراشکی در حقیقت پیراشکی ملایم آمد. حتما تیار کنید. دوستان عزیز، خیر تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشد. خیر، خدا حافظ.